یه مدت یه سری جلسه میریم واسه آیدیا ولیدیشن. یه دغدغه بین دوستان هست اینه که ما اصلا اولی نیست. چند تا موضوع. یه موضوع اول این که دیگه اصلا فکر نمی‌کنم ایده‌ای تو دنیا باشه که اجرا نشده باشه. دومین قضیه اینه که وقتی که فیسبوک لانچ شد، قبل از اون چند تا شبکه اجتماعی دیگه هم بودن اما فیسبوک تونست پیش بره. یا مثلا مثل خود سرچ گوگل، قبل از سرچ گوگل اصلا فکر کنم نفسر بودش که خیلی کار خفنی میکرد اگر اشتباه نکنم، واسه اپل اگر اشتباه نکنم، یا مثلا خود همین سرچ انجینا یاهو اصلا یه ابرقدرتی بود از خودش. از اول بودن مهم نیست، مهم اینه که چجوری قرار اجرا بکنید. تو دنیای استارتاپ اون مزیت رقابتی خلاقانه شماست که باعث میشه استارتاپتون رشد بکنه و به نتیجه برسه و بتونید یکی مایلستونایی که مد نظرتونه و برنامه‌ریزی کردید براش مایلستونا رو بتونید با موفقیت طی بکنید. پس اول بودن مهم نیست. موفق باشید.